بیا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و برادران عزیز، عین حالمون از کعبه هستیم. پروردگار را شکرگزار هستیم و برادرمون اسماعیل و تمام مردم تاجیکستان الحمدلله منت گزاریم برای انسانانی که الحمدلله در تاجیکستان هستند. در حق هر کدومشون دعاگو هستیم، خصوصا برای برادرمون اسماعیلی که یعنی شاید که سورج درجه بیاید. اصل همین وقت ها بود که الحمدلله که ما را روان کرد با همراه بعضی برادرها. الحمدلله که روز هم که اومدیم، یعنی انسان باید شکرگزار نباشه، انسان باید قبلش باید فکر کنه پیشی که گذشته بود امورش ایادش باید نبره. الحمدلله که خدمت کرد، ما را روی کرد. الله سبحانه و تعالی نگهبانش باشه. خداوند از تمام بلاها و آفتهای زمینی عثمانی خداوند هر مراد و مقصدی داره نصیبش بگردانه. خداوند از تمام بلاها و آفتهای زمینی عثمانی خدا نگهبانش باشه. بازم خداوند رزق روزی را زیادش نصیبش بگردانه. خداوند فرزندهاش شفای کامل واجب. خدا از تمام بلاها و بدیها و آفتها، از چشم حسد، از بدی و بخیلی ها خدا نگهبانش باشه. ان شاء الله که همون خیلی که ان شاء الله خدمتگار خدمت میکنه، الله بازم رزق روزیش زیاد بگردانه. خداوند پدر مادرش نگهبان باشه. خداوند خویش اقرباش هر کسی که باشه نزدیکاشون الله نگهبانشون باشه. تنها به خاطر الله دوستشون می‌داریم و میندار هستیم که او سال ما را روان کرد الحمدلله. یعنی سبب کار خیر بود که بسیاری برادرها الحمدلله که اینقدر برادرها اومدن. بله بسیاری برادرها الحمدلله کمک میکنند، کارهای خیر دستگیری میکنه. ماشاءالله الله نگهبانش باشه. بسیاری برادرها هستن یعنی نمیتونیم نماشون بگیریم، در کار خیر شریکی میکنه. الله نگهبانتون باشه. شیرانی نر الله باز هم قوتتون زیاد بگردانه. بخیر در امان الله باشین. در حق انسانانی که در دین اسلام خدمت میکنند در حقشون دعا را فراموش مکنین. در حق دعاگو هستیم و برادرانی که در حاجی شریف هستند، کارگرها هستند، الله همه تا نگهبان باشه. بابای ایشان و بابای مخصوم همه تا الله نگهبان باشه. همه تا دوست میدونم به خاطر الله. اینجا که میبینید کعبه در اینجا دعا اجابت است. نزدیک کعبه کل پیدا شید. الله نگهبانتون باشه. با دعا باشید. همه شما نصیب دیدار این کعبه الله هیچ کس محروم مگردانه. والله که انسان که از اینجا که وقتی میرن مثل که قلبش میکنن میگیرن. الله همیشه محبت دین اسلام در دل ما و شما جای بگردونه. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و على طاعتك یا ارحم الراحمین. پروردگار این دین اسلام را در دل ما ثبت بگردان، پیوست بگردان و هم طاعت یا الله یا ارحم الراحمین. هیچگاه پروردگار ما را همین برادرها را و اون برادرانی که ما را نگه دارن و خصوصا مردم مسلمان